اینجا سر خسار است. جماعت در ناحیه بلجوانی ولایت ختلان، در حالی که ساکنان زیادی تاجیکستان از نارسایی نیروی برق شکایت دارند، 17 دهه در این گوشه کوهستانی حتی از سیمچوبی برق محرومند. مقامات سبب کشیده نشدن خط را به کمبودن خانه ها پیوند دادند. دههایی که بی برق هستند، مخصوصا دههایی که دوردست است از مرکز ناحیه، خصوصا با موضع سر خسار، شما میدونید بعضی دههایی داریم که 3 عائله زندگی میکنند، برق ندارد. در گذشته برای تأمین اهالی اینجا با برق بعضی نیروگاه‌های خرد ساخته شده بود. چندی از آنها از کار مانده اند. حالا مقامات تلاش دارند به طور سنجشی یک دهه را با پانل‌های آفتابی با برق تأمین کنند. اگر این کار نتیجه داد، در آینده شاید دهه‌های دیگر نیز صاحب برق آفتابی شوند. انرژتیک و ذخیره جمهوری ترکستان با پانل‌های آفتابی از یک طرف کدسته یک دهه را که ما هم را بینیم همچون اکسپریمنتی چکل میشه در آینده. با این اگر این هم شود با همین تصمیم میگرفتیم که با دوام بدیم. این هم در هم خود موضوع سر خسار است، جوادیت سر خسار. مقامات در حال در این باره صحبت میکنند که بعضی از ساکنان میگویند کیها باز مشکلی بی برقی را با پانل‌های آفتابی حل کردند. مظفر یوسفوف یکی از آنهاست. او میگوید 10 سال پیش به واسطه یک طرح دولتی در بام منزلش پانل آفتابی گذاشت و از این حساب خانه‌اش را روشن میکند. حالا میخواهد یک پانل دیگر نصب کند تا نیروی بیشتری برق گیرد. جایی که آب نداره میشه یک بالا اکثرش آب قطع کردن گس کردن. انا او پرودا که او نسته بیشترش انتری یا 20% انتری چیه نه قشلوقی پاستلاگ میگن پولین انتری پانلای خدای کوچه پروژکتور کارگر هم باش نمیشه خیلی کمی کدی راسته در پروژکتور هم تری کاری خشول افسیسه امروزی. و مثل این دهها دهه در گوشه‌های گوناگون تاجیکستان از نبودن راهی درست و خطی برق اذیت میکشند. مسئولان شبکه‌های تقسیم برق در یک نشست مطبوعاتی ماه ایول امسال گفتند که طبق یک طرح به تقریبا 80 دهه در 3 ناحیه ولایت ختلان خطی برق میکشند. خطی که احتمال در بهار و تابستان پرره و در تیر ماه و زمستان با محدودیت برق خواهند داشت.